فردوسی با سرودن کتابی با این عظمت توانایی‌های زبان فارسی را برای بیان انواع مطالب نشان داد. فردوسی زبان شاهنامه را در 1000 سال گذشته معیار و پشتوانه زبان فارسی کرد. امروز زبان فارسی با تحولات طبیعی 1000 ساله هنوز دنباله زبان فردوسی است و اینکه هنوز ایرانیان درس نخوانده نیز زبان شاهنامه را میفهمند، حکایت از نبوغ و اندیشه فردوسی دارد. هنوز هم ایرانیان بیان که مدرک دکترای ادبیات داشته باشند شاهنامه را به رغبت میشنوند و میفهمند، در حالی که متن‌های 1-2 قرن بعد از شاهنامه را درس خوانده های دانشکده های ادبیات هم به آسانی نمیفهمند. اگر شاهنامه نبود، آداب، رسوم، سنن و خاطره سرافرازی های حماسی و تاریخی از یاد میرفت. 70 سال پیش زندیات فروغی در نامه انجمن آثار ملی هنگام ساختمان آرامگاه فردوسی که در زمان رضاشاه کبیر ساخته شد نوشت: فردوسی طوسی یکی از بزرگان نامدار و تاریخی ایران است و در قیاس فردوسی با شاعران بزرگ ملل دیگر فروغی می‌آورد: فردوسی برای ایران همان مقام را دارد که هومر برای یونان قدیم، شکسپیر برای انگلستان، ویکتور هوگو برای فرانسه و پوشکین برای روسیه داشت. فردوسی شاهنامه را با خون دل نوشت و به این قیمت خریدار محبت و احترام ملت ایران نسبت به خود گردید. خود فردوسی چه خوب گفته و چه درست پیش بینی کرده است: بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. پیش از آنکه آریایی ها در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد در 3 موج مادها، پارسها و پارتها به ایران برسند، در گوشه و کنار این سرزمین بومیانی با تمدن‌های پیشرفته میزیستند و با اقوام همسایه داد و ستدهای فرهنگی داشتند. در شمال رشته کوههای البرز، تاپورها، آماردها و کاسپیها، کادوسیها یا گلاها در گیلان و نیز گوتیها، لولوبیها، کوسانیها، ایلامیها و کاسیها در غرب ایران به سر می بردند. بومیان دامنه کوههای البرز مردمی درشت اندام، تناور، بلند بالا و شجاع بودند و گویا بیشتر آنها در غارها میزیستند و به جای لباس پوست حیوانات را بر خود میپیچیدند و در پناه موانع طبیعی کوهستانهای البرز و جنگلهای انبوه مازندران در برابر آریایی ها پایداری کردند. تصویر دیوها نخستین دشمنان ایران در شاهنامه که گاهی سگسار و کرگسار نامیده شده اند یادآور آن بومیان است. گروه‌هایی از خویشاوندان آریایی ها نیز به دنبال آنها به ایران تاختند که از آن میان سکاها را میشناسیم که در دوره تاریخی مادها و هخامنشی ها نیز اخبار هجوم‌های آنها را در دست داریم و بعدها زرنگ و نیمروز نام جدید خود سیستان را از آنها گرفت. تورانیان که در حماسه ملی دشمنان ایران دیده میشوند به دلیل نامهای آنها که ریشه ایرانی دارد ظاهراً از همان موجهای جدید آریایی ها هستند که به سبب چادرنشینی و بیابانگردی فرهنگی فروتر از ایرانیان مستقر شده در فلات ایران داشتند.